یکی از دغدغه‌هایی که اکثر کسب و کارها دارن انجام امور بانکیشون هست. برای یه تعدادی از کارهاشون مجبورن وارد اینترنت بانک بشن، برای یه تعدادی از کارها هم باید به خود بانک مراجعه بکنن. اما چقدر خوب میشد که یک مشتری میتونست مستقیما به سیستم بانکی متصل بشه و تمام کارها رو خودش انجام بده. مثلا میتونستیم با یه دکمه انتقال وجه بدیم، مانده حساب بگیریم، استعلام بگیریم، قبضان رو پرداخت بکنیم و خیلی از خدمات دیگه‌ای که یک کارمند بانک داره رو ما مستقیما داخل خود برنامه‌مون یا داخل وبسایتمون بشیم. خب خدا رو شکر این اتفاق افتاده و این خدمت اسمش شده بانکداری باز. قبل از اینکه بریم سراغ اصل مطلب، دو تا نکته رو باید بدونید. یکی اینکه بانکداری باز مخصوص اشخاص حقوقیه و دومی که این شخص حقوقی باید خودش تیم برنامه‌نویسی داشته باشه که بتونه این کدزنی ها رو انجام بده و به سیستم بانکی متصل بشه. حالا این بانکداری باز چه خدماتی داره؟ مهمترین خدماتاش رو من اینجا نوشتم و بهتون میگم. میتونید گردش حساب بگیرید، مانده حساب بگیرید، استعلام بگیرید، صورت حساب بگیرید. میتونید انتقال وجه بدین، چه حالا کارت به کارت باشه، ساتنا باشه، پایا باشه. انتقال وجه گروهی انجام بدید. مثلا من یه شرکت حقوقی هم میخوام لیست حقوق کارکنانم رو واریز بکنم. لیست کارکنانم که تو برنامه حساب داریم هست، با یه دونه دکمه میزنم و این انتقال وجه در یک لحظه انجام میشه. حالا میتونم برای بحث‌های امنیتیش یه توکن همون سر راهش بزنن که یک نفر هم کنترل بکنه بحث‌های انتقال وجه رو. میتونن دست چکاشون رو کنترل بکنن، ببینن چکاشون چند تا اومده، چند تا نیومده، چه دست چک جدیدی که درخواست دادن تو چه وضعیتیه. میتونن چکای صیادیشون رو انتقال بزنن، رد کنن، تایید کنن. اطلاعات تسهیلات رو میتونن بگیرن، پرداخت اقساط انجام بدن، بعد ببینن مثلا چند قسط عقبه، چند قسط پرداخت کردن، تسهیلاتشون تو چه وضعیتیه. حسابشون رو حتی مسدود کنن، رفع مسدودی کنن، اصلا استعلام بگیرن که آیا این حسابشون مسدود هست یا نه. حتی میتونن لیست حسابهاشون رو هم دریافت کنن. اینو مثلا من چند تا حساب دارم، رو کدومی که از این حسابا میخوام انتقال وجه بزنم، لیست کارتامو بگیرم. میتونن اعتبار سنجی موبایل انجام بدن. حتی میتونن اعتبار سنجی کنن که ببین آقا این شماره شبایی که داده با این کد ملی که طرف داده همخوانی داره یا نه و بعد اون انتقال ها رو انجام بدن براش. لیست سوابق بیمه رو بگیرن و هزاران خدمت دیگه‌ای که در کنار اینها هست و شما میتونید با پیاده سازی بانکداری باز به این خدمات دسترسی مستقیم داشته باشین و این خدمات رو بیارید تو برنامه حسابداریتون قرار بدین یا اینکه این خدمات رو ببرین توی پنل وبسایتتون اگر مشتری هستید که وبسایت اینترنتی دارید و دیگه نیازی نباشه برای انتقال وجه ها لیست بگیرید به بانک بدید. خب برای درخواستش باید چیکار بکنید؟ میتونید به بانک خودتون مراجعه بکنید. به عنوان مثال بانک صادرات کافیه به یکی از شعب مراجعه بکنید و ثبت نامتون رو براتون انجام بدن. حتما دقت کنید، مجددا میگم باید حقوقی باشید و تیم برنامه‌نویسی داشته باشید. اگر شما از نرم افزارهای عمومی دارید استفاده میکنید مثل هلو و غیره، برنامه حسابداری عمومی هست، میتونید به خود اون شرکت برنامه‌نویسی درخواست بدید و بگید که بحث بانکداری باز رو برای شما پیاده سازی کنن. بعد از اینکه درخواستتون رو به بانک دادین، شرایط شما رو بررسی میکنن و اگر همه چیز اوکی باشه، شما میتونید از طریق سرویس API به سویچ بانکی متصل بشید و این اتصال هم به صورت دو طرفه است، یعنی صرفا به حساب‌های خودتون دسترسی دارید که بهش هم میگن بانکداری باز دو طرفه. می‌کنم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر کاربردی بود بفرستیدش برای تمام دوستان، رفیقان، آشنایان. لایک و سیو و فالو غیره هم که یادتون نره. دم همتون گرم. امیر تاجی.